سلام به همه. امروز با هم میریم سراغ یکی از رمان‌های مهم و کمتر شناخته شده دوره گوتیک، یعنی ناقوس نیمه شب، نوشته فرانسیس لاتوم. این کتاب اولین بار در سال 1798 چاپ شد و لاتوم با چاپ این شاهکار دریچه‌ای تازی به دنیای تاریک و رازآلود باز کرد. این کتاب یکی از آثار نایاب دوره گوتیک و ادبیات کلاسیکه که در ذهن خواننده مثل مهی در شب میشینه و احتمال زیاد دیگه رهاش نمیکنه. قهرمان داستان یه جوان نجیب زاده است که به دلایلی مرموز وارد ماجرای یک عمارت قدیمی میشه. عمارتی که شایعه‌ها میگن نفرین شده است، چون هر نیمه شب ناقوس توش به صدا در میاد و هیچ کس نمیدونه کی ناقوس رو به صدا در میاره و یا چرا این صدا شنیده میشه. اما همه مطمئنن پشت صدای این ناقوس یه راز وحشتناک در میونه. وقتی قهرمان داستان شروع به کنجکاوی میکنه، پرده از رازهای وحشتناکی برداشته میشه که مربوط به رازهای خانوادگی و هویتشه. پای شخصیت‌های دیگه‌ای وسط میاد، دسیسه‌ها، نقشه‌ها و توطئه‌های پنهانی و حتی قتل‌هایی که ماجرا رو پیچیده‌تر میکنه. داستان این رمان با کنت گوئنبرگ آغاز میشه. کنت گوئنبرگ 2 پسر داره. آلفونسوس پسر بزرگتر 26 ساله و فردریک پسر کوچکتر 18 ساله. بعد از مرگ کنت، آلفونسوس پسر بزرگتر وارث نام و امارت کنت میشه. ازدواج میکنه و صاحب پسری میشه که اسم اون رو هم آلفونسوس میذاره که این پسر قهرمان اصلی ناقوس شب هستش. آلفونسوس اوایل ویژگی‌های اخلاقی خوبی داشت، اما کم کم در دام شک و تردید گرفتار میشه و به همسر خودش و برادر خودش فردریک شک میکنه که با هم رابطه پنهانی دارن. برای همین نقشه میکشه تا حقیقت براش آشکار بشه. در صحنه از رمان آلفونسوس پدر کشته میشه و آنا در حالی که خنجری خونالود در دست داره وارد اتاق آلفونسوس پسر میشه و از اون میخواد برای حفظ جانش امارت اشرافی کنت رو ترک کنه و اون هم اطاعت میکنه. بعد از اون مردم داستانهای وحشتناکی در مورد این امارت تعریف میکردن. مثلا اینکه شبحی سرگردان در این امارت وجود داره که هر شب ساعت 12 شب، دقیقاً اون ساعتی که بانو کنت رو به قتل رسونده، در امارت راه میره و ناقوس بزرگ برجک جنوبی رو به صدا در میاره. اگه دنبال ریشه های ژانر ترسناک و معمایی هستی، ناقوس نیمه شب یه انتخاب طلاییه. یه داستان پر از راز، ترس و لحظه های نفسگیر. برای من خوندن این کتاب قدم زدن در دل تاریک قرن 18 بود. اما حالا نوبت شماست. شما دوست دارین چه کتابی از دوره گوتیک رو بخونید؟ اینو توی کامنت ها برام بنویسین و یادتون نره کانال رو دنبال کنید. تا ویدیوی بعدی، شبتون آروم و ناقوس نیمه شب فقط تو کتاب براتون به صدا در بیاد.